دوستان عزیز، دیوار خیلی بیش از حد رطوبت داره و بعد از بطن‌کاری فهمیدیم که داره بطن‌کار کمکن باد میکنه. ما اینکه همه دیوار تراشیده بودیم، سیمانشان در آورده بودیم، متاسفانه بازم داره بطن‌هام باد میکنه. مجبوریم دیوار رو خشک کنیم و این کار یه نوع خشک کردن دیوار. دیواری که خشکه ببینیم هیچ اتفاقی نمیفته. دیواری که رطوبت داره همون سریع نقطه نقطه بشه. ببینید به محض که کوچکترین شعله میاد روش همه نقطه نقطه میشه. ولی دیواری که رطوبت نداره همون هیچ اتفاقی براش نمیفته. خاطر همین میگن دیوار جمع داره.